سلام، خوش اومدین به چنل ما. این اولین ویدیو چنل ماست که قراره با هم ببینیم و لذت ببریم. تو این چنل ما سعی میکنیم چالش های عجیب غریب و بامزه رو تست کنیم در کنار شما و شما هم لذت ببرید. من رضا، منم سعادت. بریم برگردیم چالش رو با هم ببینیم. تو این چالش من چند تا سوال عجیب و غریب از رضا میپرسم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، حالا ببینم رضا میتونه صادقانه جواب بده؟ یا زال با ما همراه باشید. خدا به دادمون برسه. نه ترس عزیزم، زیاد بهت سخت نمیگیره. بفرمایید. سوال اول، خدایی تا حالا تو امتحان تقلب کردی؟ تقلب اگه کمک رسوندن به نفر بغلی تقلبه، آره تقلب کردم. تقلب دیگه. آره تقلبه. خب چجوری تقلب کردی؟ والا تو یکی از امتحانات سال سوم راهنمایی یکی از دوستام یه سوالی پرسید. حالا من درسم هم خوب زیاد نبود ولی اون سوالا رو بلد بودم. بهش گفتم، حالا نمیدونم شنید یا نه، بعد از امتحانم نگفت که صدامو شنیده یا نه، ولی از همینجا از تو این ویدیو بهش میگم اگه سوال جواب دادی و من جواب بهت گفتم یه ایوالا برام بفرستی. منظورش با لایکه. سوال دوم، عجیب ترین چیزی که خریدی چی بوده؟ عجیب ترین چیزی که خریدم تو بچگی بوده. من پسر بودم رفتم یه سلام بهونه قشنگ من، عروسک دخترونه گرفتم برای خودم. آره دیگه. پول مامانت به چیزی نگفت؟ نه پول داشتم، بعد خواهرام رفتن خوراکی گرفتن، منم رفتم جاش مغازه، از اون مغازه که کوچیک و قدیمی بود. بعد دیگه از این عروسکای، حالا خیلی شاید دوستان یادشون بیاد، عروسکای لختی ها بودن، عروسک دخترون. به نظرم بگذری. خب نه، این عروسک رو خریدی اومدی خونه، مادر چیزی بهت نگفت؟ نه، خواهر بزرگم برداشتش. یواشکی برداشتی؟ خواهر بزرگتر از خودم. آره، اون که خیلی حواسو داره. اون برداشت. همیشه یه خواهرایی هست که هوای برادراش میداره. آره اون برداشت برای خودش. آره، بعدش هم دیگه هیچ وقت بهت ندادش نه؟ نه دیگه دستم بهش نرسید. گفت پسری داده بود به دخترا. دو تا پسری ببری گلوله بازی کنی، نه عروسی بازی. میگه خب. آره دیگه. خب چون حالا گفتی حقیقتو بگو، حقیقتو گفت. آفرین، کار خوب کردی. خب بریم بعدی. ولی بچه خیلی عجیب بود، یه پسر عروسک دخترونه با این هیکل عروسک بخره. چی؟ عروسک لختی دخترونه. آره واقعا خیلی زشت بود. سوال 3، بله. بدترین کاری که یواشکی کردی خدایی چی بوده؟ بدترین کار، حالا نمیدونم جلو دوربین بگم. آره بگو دیگه. نه زشت نیست، ما راحتیم باش، بگو. نمیدونم بگم نگم. بگو. بچه بودیم. ناراحت نباش، حالت دارم. بچه بودیم، یه دوستی داشتیم به اسم شکرالله. بعد خیلی با هم صمیمی بودیم. بعد خیلی بچه بودیم، بچه فکر کنم 5-6 سالمون هم بیشتر نبود. رفتیم یه جایی با هم همزمان جیش کردیم. کلیمون رو گرفتیم و جیش کردیم کنار هم دیگه؟ آره کنار هم وایسادیم، یکی این ور یکی اون ور، جیش کردیم. خدا بهت صبر بده، اینقدر سانسور کردم پدرم در اومد. وای. آره. بعد جیش کردین از هم دیگه خجالت نکشیدی؟ خجالت نکشیدیم. ما چند سال بعدش از اونجا از اون محله کلا رفتیم دیگه، ندیدمش. خدا رو شکر ندیدی، یه آبرو براتون نمونده. دیگه. حالا شاید این ویدیو رو بعداً ببینه، خودشم بدونه. حتما اونو لایکش کن، این بنده خدا رو لایک کن. خب خیلی هواتو داشت. برو سوال بعدی. سوال 4، سوالا داره وحشتناک‌تر میشه. ولی اگه تا اینجای ویدیو دوستان لذت بردین،
چنل رو حتما ساب کنی که ساب کردن چنل، لایک کردن ویدیو به ما انرژی میده که ویدیوهای بهتری رو براتون بسازیم. ویدیو اولمونه، حالا یه وقتایی توپق داخلشه، یه وقتایی کم و زیادیه، شما دیگه ببخشید، ما سعی میکنیم بهتر اجرا کنیم. بریم سال بعدی. سوال 4. بعد 4. اگه یه روز بهت بگن دیگه اینترنت نداری چیکار میکنی؟ حالا اینترنت واسه نسل الان خیلی مهمه، واسه ما نسلی که نسل‌های قدیمی تر هستیم زیاد اهمیتی نداره، چون اون زمانی که ما بچه تر بودیم همون موقع هم اینترنت نبود، ما با بازی‌های مختلف خودمون رو سرگرم می‌کردیم. پس واسه من اینترنت الان تو این نسل مهم آنچنان نیست که باشه یا نباشه. تو حقیقتا شبا که میشه پاستور بازی میکنی، خود دیگه چطور نمیتونی آنلاین بازی نکنی؟ بازی دیگه اون سرگرمیه، ولی خب کل زندگیم که اینترنت نیست. اگه یه روزی مثلا تلویزیون خراب بشه، خب با آنتن کار میکنی دیگه اینترنت. آره دیگه، از لحاظی که تلویزیون حالا یه جور چیزا قطع بشه، آره، چون ما حالا دیگه فوتبال رو دوست دارم. البته ایشون که میبینین پرسپولیسی دو آتیش هست، پیجم داره، از او دو آتیش های روزگارا. آره دیگه، مایی که عادت داریم به فوتبال و مرض فوتبال داریم، اگه نباشه تلویزیون واسمون خیلی سخته. بریم سوال بعدی. سوال 5. اگر مجبورت کنن تو آخر عمرت فقط یه دونه غذا بخوری، اون چیه؟ زود باش بگو. غذا؟ آره خیلی دوست داری؟ ما همه ایرانی‌ها کلاً از قرمه سبزی لذت میبریم و فکر کنم همه با من هم نظر باشن که قرمه سبزی از اون نوع غذاهاییه که تا آخر عمرم بخورید هیچ وقت سیر نمیشید. قرمه سبزی که آره، ولی خدایی صبح قرمه سبزی بخوری، آره، من شب قرمه شب سبزی، هر نهار روز قرمه سبزی. به خدا خسته میشی؟ نه خسته نمیشه. واقعا خسته نمیشه؟ نه نمیشه. من یکی که خسته میشه، من میرم باشگاه میام همش میخوام تخم مرغ آبپز بخورم، واقعا خسته میشم. باید یه تنوعی داخلش بدی دیگه، این نمیشه. نه من همیشه قرمه سبزی دوست دارم. تخم مرغ زیادی آدم تخم میزنه. خب خب سوال آخر. اولین کار زشتی که در جمع انجام دادی چی بود؟ خب چه سوالی نوشتی خدا وکیل، خیلی الان من باید جلو دومی آبرو خودم ببرم. خب من گفتم که من سوالاتو من طرح میکنم تو جواب میدی، حالا روز بعد قرار نشد به این سختی باشه که. حالا نوبتتون منم میشه دیگه. خب باش دوستم چی بگم والا. بگو عزیزم، هواتو دارم. والا یه روز خونه آبجیمینا بودیم، خواهرم اینا هم اومده بودن، بقیه خواهرام هم اومده بودن، بچه هاشون هم بودن. من ازدواج کرده بودم باید؟ نه ازدواج نکرده بودیم هنوز. بعد من رو مبل دراز کشیده بودم، بعد حالا شکمم یه کمی درد میکرد، بعد نهارم بود، شکمم درد میکرد، شکم اصلا کلا تو هم ریخته بود. بعد بچه خواهرم این سمت پایین داشت برای خودش بازی میکرد، ما اومدیم یه لحظه جا به جا بشم، بیام از این ور مبل بیام اونور، یه باد شکم از من رها شد. بعد خواهرم اینا همه نشسته بودن نگاه من کردن، بعد گفتم برای چی داریم به من نگاه میکنید؟ من نبودم که، امیرطاها بود. چقدر جلزنی هم میکنه. انداختم گردن بچه خواهرم. امیرطاها 3 سالشه. آره انداختم گردن اون، خودم گردن نگرفتم. ما گردن نه ببخشید، امیرعلی 3 سالشه، امیرطاها 1 سالش هم شده. مردا گردن حالا بزرگ میشه جبران میکنم براش دیگه، اون جور مالو کشید. نه خیلی بد بود. دیگه کار زشتی بود دیگه، ولی خب ما دیگه بعدت خودت عذاب وجدان خدا شاهده نگرفتی به یه کسی باد شکم عذاب وجدان میگیره به نظر شما؟ حالا بزرگ زدی یا کوچیک زدی؟ نه دیگه صدادار بود که همه شنیدن دیگه. بدون خونه ترک برداشت. دوستان رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که از این چالش
و این ویدیو لذت برده باشید. آقای دوستان حتما ازمون حمایت کنین تا ویدیوهای بهتری رو براتون بسازیم. دلمون براتون تنگ میشه، سعی میکنیم ویدیو بعدی رو زودتر بسازیم، در کنار هم لذت ببریم. خداحافظ. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ.